اللهم ما اصبح بی من نعمتین، یعنی ای بار الها آنه که صبح شد به من با نعمت، یعنی ما آن چیزی که اصبح در وقت صبحگاه بی همراه من است، من نعمتین از نعمت، یعنی شب روز شد، اصبح شب روز شد با من نعمت است. اگر بگه باشه ما امسه میگیم، یعنی بگه شد و نعمت با من هست، یعنی نعمت رو از من نگرفتی. او بی احد من خلقی، یا با هر یکی از خلق تو نعمت هست، یا یک برادرم، دوستم، رفیقم، شناسم، پدرم، مادرم، هر کسی دیگر که باشد با اون نعمت هست. نعمتی دارایی باشد، نعمتی صحت و سلامتی باشد، نعمتی گویایی باشد، هر نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای بنده داده است. فمین که، پس این نعمت از فضل و بزرگی تو است ای الله، یعنی این نعمتی که در من حالا وجود دارد، پس ای الله این از بزرگی تو است. وحدک، تنها تو ای الله، از فضل و بزرگی تنها تو است. لا شریک لک، شریک در بری تو نیست. این نعمت که در بری من هست، با من هست، دهنده این نعمت الله تو به تنهایی هستی. لا شریک لک، شریک در بری تو نیست. فلک الحمد، پس از آن تو است حمد و ثنا و ستایش. فلک الحمد، پس از آن تو است، پس تو لایق و سزاوار هستی الله برای حمد و ثنا و ستایش. ولک شکر، و برای تو از شکر گفتن، شکر گزاری کردن ای الله تبارک و تعالی، که ما باید شکر تو را بگوییم و لایق و سزاوار شکر تو هستی ای الله. پس این است خلاصه ترجمه این دعا.